سلام بیننده‌های عزیز، خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که ما به خدمت شما باشیم از کانال بی سرنوشت که نامعلومه. ما مثل روزهای دیگر با بیامدیم که با مردم سخن بگوییم، ببینیم که چی میگن. همراه ما باشیم. خواهش ما از شما اینه که امروز زنگوله که به گردن گوسپندا بیبی من فشاری. لالا جان. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. برادر من میشه خود معرفی کنی؟ بله. میشه خود معرفی کنی؟ میشه ماما. چی؟ کامرایه برو. کامرایه. ما از کانال بی سرنوشت که نامعلومه بیامدیم از درد دل مردم. آها شما از اون محتکاکات تا تلویزیونی؟ بابا آره تا تلویزیونو. خود معرفی کنی. سلام علیکم اندر باشیم به چمیم خالم بیبی من میبینه همه نفته کنه بریم همه تمام دنیا میبینه برو. مردمی که به تمام دنیای ما اسمم زاقی و زاق اومد برارزاده لال اومد انا از غل بیدا پلو کربان لومبیده در سرم و آشغال دنیا انا ما گفتم که مامام خسور خوب بگم پیغام خور بگو برو. من میگم ماما خسور شما دیگه آخری چه کار میشه دختر خود اگه به من خیرات دادیم نه برو بعد این کارا مردم شروع من میگم اگه شما دختر خود به من خیرات دادیم که بگین خیرات دادم 2,10,000 پیشکش گرفتیم 10,000 به سر فاطمه داشتم چرا مثلا من میایم به سرا شما میام من از سرا خود جواب میدین دست خیلیم هر دو ماده که دست خیلی بید مگر پول نه به سرا خالق خو به سرا چی به سرا خسر خو خب برو مشکلات خوب بکن. چی مشکل داری؟ چی مشکل داره؟ یعنی به زندگی خود چی مشکل داری؟ من خو خیر از جوانی خو ندیدم خیر از جوانی خو نبینی لالا انا که مار تقدیم کردی چی تقدیم کرده برو؟ چی میگی تو؟ تا تلویزیون تقدیم کردی ماما چیز دگم بلدن شیر و چربیتی که بخون یک چربیتی جانانه به بیننده عزیز بخون بخون بیننده عزیز کجا؟ کامره که تو کسایی که میبینم آها کسایی که من میبینیم یا شما تقدیم من چربیتی یا شما تقدیم روزگار بدی من گنجش خناری شده تخت چوب و خیابان برام بخاری شده لقمه نان ندارم و گشنگی بمردم اون بر جاده خیابونه عاشقی به من نمیزیبه جناب سروان ولم کن من بی سرنوشتم عاشقم خیر بینیم برار من ایرکی هم بخونم نه برار بسته بریم بخیر بریم آی اگر شب سرگرده به زودی بی گل از غنچه به در گرده به زودی ماما جان یه خواهشی دارم چی خواهی؟ از همین نفر که همین کانال گفتین همین کانال شما چیز میشه بگم همین نفرا خو کارمندا خو لباس عید بخره به خاطر از این که برای رئیس کانال بگو نه به رئیس کانال خو بگو رخ به شما بخره گردن و بند باشه انا چیزه اولالا رختا تک تکی به باری نتو هم که بخول فقط میگی رختا تا می سردی که شوی نانم شلوماش پخته میکنه سردک میگذاره رودگی برای جو کلا تو سه که عمال دگی را دیگ بیبی خدا بیابار زمانه برو برای کار خوبه کن که باید بیایی من به تلویزیون هم نگه کلالا خوب بیننده های عزیز سخنهای عزیز لالا شنیدین در دل خوب بگفت میریم نفر دیگه پیدا کنی سی کنیم که او چی میگه و همراه ما باشیم برو لالا جو برنامه ختم شد کجا برو؟ برو دیگه اون رای که مسی بری برو به اون راه خوب برو تو برو کجا برو؟ تو به مرایی که مستی بری کجایه؟ خب من میام معطل همین مردم که بیان باید اونا گزارش بگیرم تو این جگاه بازی منی خودیم همراه بشیم اون پل شفتل میبینی؟ اون پل شفتل مرتکک یک شفتل میداره برو او به جریان هسته گو هم داره اون خر هم پیش میخ کرده اون خر هم هسته 2 تا 3 تا گو هم هسته خوبه براجی تو برو گو هم بگیر گو هم بگو آره تو برو وکیل برو کاکا برای کار خوب برو متاثره کن ماما خوال یک موتاری میاد تو تارتوق بنزین میکنه و بلاتو میفتکه
اون وقت پیار تو بیای میگه 150 روپیه قیمت چی میبینی دخی برو 10 روپیه قیمت دنیه برو ما برو ایتا پول نمیده دیگه ایتا که بازیدم بگفتم با اینجا بانک که ما تو پول بدم بگفتی تو تمام مردم بدید اینجا تو غریبه می پول بدی که تو به کانالا نشون داده تو هم بدی ای رنگا که تو گدا گدول به خاک شه گدول نفتا کنه بگیری خودت تو تحت تلویزیون کن تو به تحت تلویزیونی ندینی که لنگه من میخوره به خدا بگیر نشون نداری بدنو به طلاق سر تو میجی گا و بعرفتی ماما خبرنگار تو ماما خبرنگاری برو خود کن که بالا تو بیا عقل افتادی نادونه نگاه کن بیننده های عزیز بسمی که شما مشاهده میکنی بیامدیم در کانال لالا خود معرفی میکنم با ما خود اینو آشناشیم لالا جان خود معرفی کنیم شما کینی؟ ما برای از کانال بی سرنوشت که نامعلومه بیامدیم به نزد شما مردم به پیش شما مردم که درد دل خود بگیم سعی کنین شما چی مشکلات داریم مشکلات شما به بیننده های خوب ما برسونیم برای من اسم خوب بگم خود معرفی کنیم شما کدوم محله؟ ما عدیمی چند محله بالاترین برای من بیدل ولد کندل خوب برا جو خوب برای من بیدل ولد کندل شما مثلا ما شما سوال میکنم شما جواب سوال من بدین خوبه برای من به منطقه شما ماست کلی چند دیگه ماست کلی چند دیگه دکون سر کوچی مار میگی ارزون فروشه میگی یا گرون فروشه ارزون فروش به چند میده گرون فروش برای به چند میده هر دو تا ببینین ما معرفی کنیم برای من تا کوچی سرا ما که هست دکون گرون فروشیه که خدا نخون نده که خور بخارونه ما 3 کیلو 35 میده هل اوستر بری دکونه او به 30 میده خدا اون خیر بده خوب براجو شما این بگین که اکدود کن ریزیم اکدود کن میخریم ماست میخریم اگه تو بگی ریزی که از دکون ارزون فروش ریزیم منطقه خود ما دکون گرون فروش میخرم چرا برا بخاطر آخه او که به پی فایده شما رو اون تعریفی حداقل ارزون تر بده برای شما پنجی به سرمایه شما اضافه میشه گپ شما صحیح و کاملا بجا خب خیر بینی اما کی تنبلی تا دکون سر کوچه بره امیر تو نگو من میگم من نمیگم تو بگو بیننده های عزیز ببینیم که لالا چی میگه میگه تنبلی کی عزیز دکون 4 قدم رو بر پر بره خب شما گوش کشید خوب برو خب آخه شما به پی نقص خود یعنی کار میکنی وقتی که معامله عادی باشه که من از اینجا سرگردان به دکون تا سر کوچه با شما خوب برو رد دیگه کنی شما بگیم گاز کیلو چندی بخونی خونستونی میارین کپسول خود کیلو چندی گاز میکنی ما قشاد آتش میکنیم برو شما گاز استفاده نمیکنی نه گاز بدن شما مثل مردم قدیم از اجاق و تنور و اینا استفاده میکنی قشاد پشکل اخله اینمیناه خوب بیننده های عزیز این لالا که هست هنوزه به خو قدیما 20 سال پیشه که مردم گشاد آتش میکرد اخله میچین ازون میآورد از اینای برارم تکنولوژی پیشرفت کرده حالی این مردم این شرایط گردن و بند به سر اجاق دیل به سر تنورگردی حالی دیگ پخته نمیکنن چیجا که به تنور و اجاق برم به دیگ پخته کنم خب لالا دگه گفتنی اگه داریم بیننده میک به خدمت شما کامره کامره درد دل خود بگیم پیامی گفتنی گپ سخنی خود تیار کو که برا تمام قوم و خیش و حق و همسایه و بیگونه و خودی تو شما میبینم بگیم ما گفتنی گفتنی دارم ممی بچه خاله خو درد دل خوب بگیم دل ما درد نمیکنه برا همین گپ که بمی کرغ دل شما نبگیم ما گفتنی بمی بچه خاله نامرد خدا دارم نامرد میبینه یا برو میبینه بگیم نامرد تو 5000 روپیه پول 10 روزه از ما بستوندی منتها 3 روز اثر وعدی تو تیر شده چرا این پول رو نمیاری؟ یعنی بچه خاله شما بده کلاورداری بیده نامرد پول عجی قریبه بیچاره قدی دهنه بده که دسته و سرخی کار میکنه بیار بده دهنه بده چی بچه خاله عجی پولا 10 روزه از ما بستون گو به سر 10 روز میام آن 3 روز تیر شده از وعدیو
سر از تیر شده پولا من نمیاره نمیده. دیگه لالا کار خودی باره که دیگه یک روپیه برار کو شما همی بچه خالی مردیدیم بگی نه برادر تا به می در روز پوره نشده این پولا بیار همه سر از تیر شده. ببین دای عزیز میبینین که لالا چی میگه بچه کاکا خو گله دی بچه خاله خو بچه خاله خو در و بال باشه مرغ مرده که بچه کاکا خو اعتبار دیگه نمیبینم. بچه کاکا عزیز دیگه مرغ مرده به تو اعتبار نمیکنه. خب لالا جان فعلا خدا پیپر بخیر. لالا کی خور ببینو به خیر خوشی همین شوی که نامعلوم همون شو خود خو میبینی. خوبه. سلام بیننده های عزیز، باز هم قسمی که شما مشاهده میکنین در کنار ماما جان شیشته این که خود خو معرفی میکنم. قبل از این ما به شما بگفتم خواهش کردم که سپسکرای در یاد شما نره زنگولی که به گردن گسالا بیبی منه او رو حتما فشار میدید. ماما جان سلام علیکم. و علیکم. خود خو معرفی کنیم ببینین داما. ایاتی کوکو. نه ماما جان ایات نیم، خبرنگارم، گزارشگرم که بیام از درد دل مردم آگاه شم. گزارشگرم که درد دل مردم، درد دل شما مردم به کل دنیا برسونم. یعنی تو درد دل خبر داری؟ نه ماما جان خب میگم من بیام از شما درد دل شما رو بپرسم که درد دل شما چیه بگین. اگه تو به درد دل ما بفهمی ماما جان بگین درد دل خب که بفهم چی بگم مالی بر تو؟ سایه انتظام دو بهم کش ساعت بهم دنبه کلمه که تو حال سرقیم. چرا ماما بزن؟ خب بزد دیگه. ابا برفی نکردی؟ خب نه اگه برفی میکنه نمیزد دیگه. اما به شما گفت پول بدی که برو با بازار با خود خورخت کش بخرم، شما ندادی، شما سه لط کردی. خب پول هم نداشتم که بدون دیگه. و گناه شما هم دیگه ماما جان نی هسته. خب نه دیگه من وقتی پول نداشتم میتونم لط هم میخورم. درست میگه ماما. بینین دای عزیز میبینین ماما جان پول نداشتن زن اینا به کش بده به بختله اینا که از صبح سرچر خواه از سر چم نه ماما. امی تو سر میکسر این در میخورد. ماما اجا خوبه نکردین که مگه تمی جو پشت سر کوش دادیم این دیگه خدا رو نکرده عفو کنیش یا میگین خاک به زبون شما به تمی جو خفه میشین. نگو کوکو خیلی پرگپی نمیکنیم. نه ببخشید کار خدمتی با ما باشه. خوش آمدید. زنده باشید. لالا بیا اینجی. بله بیا اینجی بیا. بله ماما جان. میگو یعنی از من سوال جواب کردی که کمک هم میدیم به کمک ماما؟ نه ماما کمک کجا بیده؟ همین تو گزارش از شما بگرفتین خلاص خلاص کمک به کجای ماما؟ پس مرزیدم خور بدم این کامره دیگه خور بیا بی شرف کردون دیگه که با دوباره مرزان بزنه دیگه. نه ماما خود کجا بیزن شما رو ببینه خالی کن این پخش نمیکنه نی. نه ماما دیگه یک کرمق داریم به کانال مردم میبینن کجا بیزن شما کانال دارین؟ کانال دیگه چیه؟ کانال تلویزیون؟ نه کانال تلویزیون نه کانال گوشی ها داریم. گوشی لمسی داریم ماما. خب به هر خوی 50 تا گوشیه شما داریم لمسی داریم؟ نخواهدید ماما خیلی همون مایممو گپ شما باور داریم. باور دارم گپ من رخی یعنی ماما کمک نیه دیگه شما مردم مرزیدم خوری همجور بدم تلویزیون شما خور بیا بی شرف کنه شما با کمک میدن آخرم کمک هم نمیدین. نه ماما کمک نمید. بیکم یک کلمه گپ پرور داری با که زن شما بکش بده تصور قیمه شما دوباره مر میزنه قیمه شما اگه ببینم ماما بیا با مفتزر میشون برو. خوبه ماما.